نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین با هم جنگیدند، فاصلحوا بینهما، بین اونها صلح ایجاد کنید. بیشتر این قانون متوجه ما مسلمانان هم است، اما بیشتر متوجه حاکم است، متوجه سلطان است، متوجه کسی که نظم امور به دستش است. وظیفه حاکم اینه که اگر دو گروه از مسلمان ها با هم جنگیدند، با هم اختلاف داشتند، اینها را کنار هم قرار بده، بین اینها داوری بکنه، بین اینها قضاوت بکنه. مشکل شما چیه؟ اگر کسی به ناحق کشته شده، خب قصاص اون گرفته بشه. اگر زمین کسی تصاحب شده، قنات کسی یا باغ کسی خراب شده، به هر حال حق مظلوم را بگیره، بین اینها صلح ایجاد کنه، نگذاره که بغض و عداوت بیشتر بشه. نه اینکه حاکمان، خیلی از حاکمان هستن به خاطر منافع و مصالح خودشون بیشتر جنگ ها را تشویق میکنن تا مردم با هم اختلاف داشته باشن، اینها بتونند یک نفس راحتی بکشند و حکومت بکنند. لذا خیلی جا هستن میبینید که اختلافاتش بین شهرها، اختلافات زبانها، اختلافات اقوام، اختلافات روی چیزها، بسیاری از افراد هم هستن که این اختلافات را تحریک میکنن. لذا وظیفه حکومت ها، وظیفه حاکمان اینه که بین مردم صلح ایجاد بکنند و هر دو را به عدل و به قسط و به برابری و به انصاف دعوت کنند. اگر یکی از اینها تمرد کرد، بغاوت کرد، گفت که من نمی کنم، لذا وظیفه حاکم است با اون دیگری همراه بشه، با اونی که مظلوم است و آماده است طبق دستور خدا و قانون خدا صلح بکنن، با او همراه بشه و بر اون دیگری فشار بیارن، با او بجنگن تا اینکه اون تسلیم بشه به قانون خدا. لذا این وظیفه هست که حاکم بکند. بقیه رعیت هم همین نقش را داشته باشند، یعنی بقیه رعیت سعی کنن اینها را با هم آشتی بدن، دخالت بکنن و وقتی که دیدن یکی ظالم و یکی مظلوم، از مظلوم حمایت بکنن و در کنار مظلوم قرار بگیرن تا ظالم نتواند زورگویی بکنن. لذا الله می فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طائفه، دو گروه از مؤمنین با هم جنگیدن، فاصلحوا بینهما، شما بینشان صلح ایجاد بکنید. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر تعدی کرد، بغاوت کرد یکی از آن دو بر دیگری، فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله، شما بجنگید با اونی که تعدی میکند، باغیگری میکند، حتی که رجوع کند به امر الله. امر الله چیه؟ حل کردن مسئله طبق دستور خدا، طبق قسط و انصاف. فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا، اگر اون یکی رجوع کرد، اگر اون یکی برگشت، اون طایفه باغیه، پس شما صلح ایجاد کنید بین آنان به عدل. به عدل یعنی طبق توافق حدود شرعیه. و اقسطوا،
اقسطو از قسط است، بمعنی عدالت کنید. یعنی چه؟ یعنی اغراض نفسانی خودتون را دخیل نکنید. بالعدل میگه یعنی حدود الهی را و دستور الهی را دخیل بدانید، و اقسطو یعنی اغراض نفسانی خودتون را دخیل ندانید. امکان داره از این دو طایفه ما با یکی نسبتی داشته باشیم، با یکی نزدیکتر باشیم، لذا اونی که ما باش نزدیکتر باشیم شاید تمایل شخصی ما ایجاب کند که اون را ما حاکم بدانیم. لذا الله می فرماید که شما نسبت به او هیچ نوع غرض شخصی اعمال نکنید. ان الله يحب المقسطین، الله عزوجل دوست دارد انصاف کنندگان را، عادلان را. انما المؤمنون اخوه، این دلیل اصلاح است. چرا بین اینها صلح ایجاد کنید؟ انما المؤمنون اخوه، جزی نیست که مؤمنان با هم دیگر برادر هستند. فاصلحوا بین اخویکم، پس شما صلح کنید، صلح ایجاد کنید بین برادرانتان تا که چی؟ قوت اخوت باقی بماند. واتقوا الله، این از کنم خدمت شما نسخه همه امور هست، اصلاح همه امور. تقوا اگر داشتید، نتیجه تقوا، ثمره تقوا، لعلکم ترحمون، حتما شما مورد رحم الهی واقع می شوید. الله بر شما رحم می کند، الله بر شما لطف می کند در صورت تقوا. خب این 4 قانون شد. قانون پنجم احترام متقابل، نسبت به همدیگر احترام داشته باشید، مسخره نکنید، همدیگر را طعن نزنید، همدیگر را برای همدیگر حرف بد نگید و عرض کنم به اصطلاح محلی تکه نندازید. لذا این مسائل را اگر رعایت کنید، هم بین شما محبت و اخوت باقی میماند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ای مؤمنان مسخره نکند قومی از شما قوم دیگر را، مردانی دیگر را مسخره نکنند، زنان دیگر را مسخره نکنند. قوم شامل مرد و زن میشه، اما بعدا خداوند زن را به صورت جداگانه ذکر کرده که یکی از دلایل شاید همین است که این مریضی در میان خواهران بیشتر است، در میان زنان بیشتر است. مریضی تمسخر، استهزاء، همدیگر را به باد سخریه گرفتن، برای همدیگر احترام نگذاشتن. لذا الله می فرماید لا یسخر قوم من قوم، هیچ قوم دیگر را، هیچ گروه دیگر را مسخره نکند. عسى ان یکونوا خیرا منهم، این امید هست شاید ان یکونوا، این که باشند عند الله، بنویسید پیش خدا، مسخره شوندگان خیرا منهم، بهتر از مسخره کنندگان. اونایی که مسخره شدند از اونایی که مسخره کردند چی باشند؟ بهتر باشند. ولا نساء من نساء، و همچنین مسخره نکنند زنان دیگر را. عسى ان یکن خیرا منهن، این امید است، این توقع است، شاید این طور باشد که باشند مسخره شوندگان بهتر از مسخره کنندگان. پس یکی از کبائر، ببینید هر چیزی که قرآن من می کند، یکی از تعریف های گناهان کبیره نوشته، گناه کبیره همونی که در قرآن از اون من آمده، صراحتا آمده که نکنید. خب یکی از کبائر اینه که کسانی دیگر را به باد مسخره بگیرند، به عیبی که تو اونها هست، به اون عیب اونها را چی بکنند؟ متهم بکنند. خب ولا تلمزوا انفسکم، لمز میگویند عیب جویی، یا از کنم که بر دیگران، بر همدیگه طعنه زدن. ولا تلمزوا انفسکم، خودتون را طعنه نزنید، عیب همدیگر را بیان نکنید. ببینید کیه که خودش را طعنه بزنه؟ من مثلا چینینم، من چنان، نه. ولا تلمزوا انفسکم، انفس خودتون را نزنید به این معنی است که برادرانتون را نزنید.
خب برادران مگه انفسم، بله شما مؤمنین مثل یک جان هستید، او را طعنه زدی گویا خودت را طعنه زدی، او را بد گفتی گویا خودت را بد گفتی، چون که شما در واقع یک پیکر هستید، یک جان هستید. پس همدیگر را که شما مثلا رفیقت را طعنه زدی گویا خودت را طعنه زدی، عیب او عیب تو هست، نقص او نقص تو هست، ضعف او ضعف تو هست. بعضی اینطور توجیه کردن که عرض کردم، بعضی میگن نه، شما که کسی دیگر را طعنه میزنی در واقع خودت را میزنی. چرا؟ چون اون ساکت نمیشینه، اونم واکنش نشان میده. شما بلا نسبت بگید به کسی احمق، اونم میگه احمق، شما چیزی دیگه بگید اونم میگه، پس در واقع تو به خودت گفتی، چون شروع کردی خودت هم خوردی. پس از این جهت گفته مثل ولا تقتلوا انفسکم هست، در لا تقتلوا انفسکم همین دو توجیه را مفسران گفتن. خودتون را نکشید، کی خودش را میکشه؟ تو که برادرت را کشتی گویا خودت را کشتی، یا اینکه نه اون که کشتی خب فردا منتظر باش که انتقام از تو میگیرن دیگه، تو در واقع عامل کشتن خودت شدی. پس عامل فحش و بدگویی خودت شدی، خودت شروع کردی، لذا چرا ناراحتی؟ علامه آلوسی نوشته ولا یعب بعضکم بعضا لا تلمزوا انفسکم، یعنی لا یعب بعضکم بعضا، بعضی به بعضی دیگه عیب نندازید، تکه نندازید. او اشارتون الى ان المؤمنین كنفس واحده، اشاره به این است که مؤمنین مثل یک نفس واحده هستند. فمتا عاب المؤمن المؤمنه، هر زمان که یک مؤمن دیگر را عیب بزند فکأنه عاب نفسه، گویا خودش را چی کرد؟ عیب زد. سوم ولا تنابزوا بالالقاب، برای همدیگر لقب نیندازید، لقب سوء، لقب بد. النبذ چی هست؟ و النبذ لقب السوء. لقب ارز کنم چه نبذ لقب سوء انداختن، همون که بنده ارز کردم تک انداختن. و التلقیب المنهی عنه، اون لقبی که از اون من آمده. هو ما يتداخل المدعو به کراهتا، این اونی هست که مدعو به، اون کسی رو که شما به اون لقب صدا میزنید اون نمیپسنده، اون از این ناپسند، این ناپسند میداره. لکونه تقصیرا به، به خاطر اینکه مثلا از این لقب کمی او بیان میشه. و عرض کنم که اما ما یحبه فلا بأس به، بعضی هستن بعضی لقب ها هم لقب های خوبی نیستند ولی مردم به اونها را صدا میزنند، اشکال نداره، میگه پروا نداره، خودش پروا نداره، اشکال نداره. مثلا به عنوان مثال ابو هریره چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند صاحب گربه کوچک هریر، عرض کنم که همون تصغیر هر است، هرتون هست، هریرتون، گربه کوچکی یا همراهش بود یا در کنارش بود. بعد از اون همه میگفتن ابو هریره، چون رسول الله گفته بود برایش افتخار بود. یا سیدنا علی کرم الله وجه یک روزی خوابیده بود، سرش به خاک بود، روی خاکا خوابیده بود. آن حضرت فرمود قم یا ابا تراب. ابا تراب یعنی کسی که خاکالود هستی، با خاکی. لذا بعد از اون ابو تراب به عنوان یکی از افتخارات، چون رسول الله گفته. الان این لقب شاید لقب خوبی نباشه ولی به یک مناسبت دیگری برای خودش افتخار میدانند. بسیاری از علما هستند که اونها را اعرج میگویند، اعرج یا اخفش، اینا هیچ پروا نداشتن. اعرج معنیش لنگ، یک پا، یا مثلا کسی که چشمش کج شده. لذا اینها هر کسی که یا اصغر، به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگفتن به معنی کچل،
کسی که مو داشته نباشد. خب کسی که پروایی ندارد خب اون بگه اشکال نداره، اما کسی که نمیپسندد، کسی موی سر نداره بهش کچل بگید، تاس بگید، نمیپسند، ناراحت میشه، خب این درست نیست. پس همون جایی که اون ناراحت میشه اون درست نیست. بعد خدای عزوجل میفرما بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بسیار بد است، بئس فعل ذم است، بد است اون نام فسق و نام گناه بعد از ایمان، نام گناه بعد از ایمان. خب ببینید چند چیز هستن اینجا. یکی این که بعضی عیوب در میان مردم هست، بعضی دیگه اینه که بعضی از عیوب در میان مردم بود الان نیست، بالخصوص عیبی که در زمان کفر بود الان نیست. بعد الایمان معنیش اینه در اون زمان، مثلا به عنوان مثال عرض می کنم، در اون زمان شرابی بود، در اون زمان عرض کنم که فلان کار گناه را انجام میداد، کارش فلان بود. الان که توبه کرده، الان به اون نام ذکرش بکنی، این خیلی بد است. بئس الفسوق بعد الایمان، نام اسم الفسوق، نامی که در اون نام گناه هست. مثلا یک آقا هست، شما بهش میگی شیره‌ای، تریاکی، معتاد. خب این الان آمده توبه کرده، الان هست نمازی، صف اول. شما به همون عیبی که در زمان جاهلیتش بود به اون نام شما صداش میکنید، این میشه بئس الفسوق بعد الایمان. و در روایت ها می آید که کسی یک مسلمانی را به یک عیبی صدا بزند که اون مسلمان به اون عیب حتی گرفتار بوده. مثلا کسی العیاذ بالله زنا می کرده، بهش میگه زانی، اون توبه کرده. خدای عزوجل این عیب زننده را نمی کشد، از این دنیا نمی برد تا زمانی که به همون عیب گرفتارش نکند. یعنی خودش باید مرتکب بشه. چرا یک مسلمانی را طور بد گفت؟ خیلی وقتها بوده کسانی را به عیب بدی طعنه زدند، بعدا خودشون به همون عیب گرفتار شدند. خدای عزوجل در باب حقوق العباد زود انسان را مؤاخذه میکنه، زود انسان دچار مشکل میشه. لذا مسلمان خالی از عیب نیست، خالی از ایراد نیست. ما تو جلساتمون ننشینیم روی عیوب مردم متمرکز نکنیم، روی عیوب مردم جلسه تشکیل ندهیم، هی نخندیم، نگوییم، این غیبت میشه که بعد حکمش میاد. ولی عیبی که دارد روی همون اگر ما اینطور بکنیم العیاذ بالله خداوند خود ما را به اون عیب گرفتار میکند. به هر حال الله عز و جل میفرماید بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بعد از ایمان نامی که نام گناه باشد، لقبی که در اون لقب گناه باشد. یک وقتی بنده خدا شراب خورده، الان انسان صالحی هست، شما بگویید که شرابی. یک وقت انسان تریاک کشیده، الان انسان پاکی هست، شما بهش میگید تریاکی. این به هر حال بسیار بد است و بسیار چیز ناپسندی هست. الله می فرماید و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. هر کسی توبه نکند، هر کسی بر نگردد، این ترغیب به توبه هست، این افراد ظالم هستند. خب این قانون پنجم بود. این قوانین اگر رعایت بشه جامعه ما تبدیل به محبت و همدلی میشه، احترام همدیگر را به نام نیک یاد کردن. و قانون ششم درباره بدگمانی هست. الله عزوجل می فرماید ای مؤمنین نسبت به همدیگر گمان نیک داشته باشید، بدگمان نباشید. حتی اگر حرکتی می بینید که از اون حرکت شما خود به خود گمان بد میکنید، شما یک توجیه خوبی بکنید، شاید من غلط فهمیدم، شاید اینه منظور اینه. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. الله می فرماید ای مؤمنان شما اجتناب بکنید، شما پرهیز بکنید از بسیاری از گمانها.
بدگمان نباشید، سوء ظن به هم دیگه داشته نباشید. اگر مثلا یک مردی را میبینی با یک زنی تنهاست در ماشینی، در اتاقی، در کوچه خلوتی، شما فکر کن و به خود تلقین کن همسرش هست یا مادرش هست یا خواهرش هست یا دخترش هست، یکی از محارمش هست. هی تو ذهنت افکار منفی نیار تا نسبت به مسلمان ها دلت چرکی بشه، دلت بد بشه. لذا انسان مسلمانی که دنبال اصلاح خودش هست به فکر عیوب خودش باشد، به فکر عیوب دیگران و با عیب دیگران کار داشته نباشد. لذا الله می فرماید ان بعض الظن اثم، بعضی از گمان ها گناه هستند. خیلی بدگمانی ها هستند که گناه هستند. گاهی انسان نسبت به کسی بدگمان میشه، آخر میره جلوتر میبینه خیلی بد شد، اونطور که من فکر کردم نیست. اینجا مثلا اختلافی آمده بود و زن و شوهری از هم دیگه ناراحت بودن. یکی از دلایلی که زن ناراحت بود میگفت که این شوهر من در فلان شب برادرم دیده که این یه زنی دیگر رو تو ماشینش سوار داشته، براش بستنی خریده فلان. یعنی یکی از عوامل که اختلاف از قبل بوده، ولی یکی از اونها همینه که بیشتر من باید زندگی نمیکنم. بعد شوهر سوگند یاد میکرد که اون فرد خواهر من بوده، با بچه هایش بوده، بردم برای اونها بستنی گرفتم، شما برید میبرم شما رو پیش خواهرم سوگندش بدید اگه غیر از اون کسی دیگه بوده. الان گاهی اینطور میشه که یه چیزی رو انسان میبینه، هی شیطان وسوسه میکنه که انسان بدگمان بشه. لذا بسیاری از بدگمانی ها هستند که چی؟ اینها گناه هستند. نباید انسان نسبت به کسی بدگمان باشد، بلکه انسان گمان نیک، حسن زن خوب داشته باشد نسبت به مسلمان ها. ولا تجسسوا، شما تجسس نکنید. تجسس اینه که شما دنبال عیب مردم نباشید، این از کجا میخوره، چی در میاره، با کی رفت و آمد داره. لذا دنبال عیب مردم هستند. تفسیر مظهری میگه والمراد ها هنا لا تبحثوا عن عیوب الناس، مراد این است که از عیوب مردم شما دنبال عیوب مردم نباشید، بررسی نکنید. ولا تتبعوا عوراتهم، نسبت به مسائل داخلی اونها، مسائل خصوصی اونها شما تتبع و بررسی داشته نباشید. و حتی لا یظهر علیکم ما ستره الله عنها، حتی که چیزی را که خدا مخفی کرده برای شما ظاهر نشه، شما نخواهید، شما دنبال این نباشید که ما حتما از عیب و اشکالات مردم با خبر بشید، بلکه شما تجسس نکنید، شما جای خودتون بشینید. و البته گفتم برای حاکمی که میخواهد نظم ایجاد بکند، میخواهد که در جامعه فساد نباشد، او میتونه تجسس بکند، او میتوند که ببیند که مردم چه کار میکنند، مردم چه شغلی. لذا او میتونه جاهای دوربین مخفی بذارد، حرکات مردم را کنترل بکند، ولی نه در اون حدی که داخل خانه هایشون هم بره و عرض کنم که اونجا شنود بگذاره، اونجا دوربین بگذاره که این با زن و بچهش چه کار داره، چه ارتباطی داره. تا این حد نه، بلکه در مسائل اجتماعی و در جاهای عمومی میتونند که به خاطر اینکه نظم حاکم بشه، به خاطر اینکه کسی نیاد و جرم بکنه، بیاد گناه بکنه، بیاد دزدی و سرقت بکنه، میتونند که جاسوس داشته باشن، تجسس بکنن مردم چیکار میکنن چیکار نمیکنن. اما بسیاری از جاهایی که حریم خاص مردم هست اونجا دیگه دخالت نکنند. ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما غیبت بعضی هم نکنید. غیبت کردن بسیار گناه هست، گناه کبیره. اینا همه گناهان کبیره هستند، اینا از عمده گناهان هستند. از بس که اینها مهم هستند قرآن مجید اینها را یاد کرده. اینا جز مسائل اخلاقی هستند. تک تک افراد جامعه، کوچه که بزرگ، زن و مرد باید اینها را رعایت بکنن. و غیبت هم همینه که شما عیب برادر مسلمان را که در وجود او هست پشت سرش بگویید.
رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که غیبت را به همین صورت تشریح کردن، صحابه گفته یا رسول الله امکان داره اون عیبی داشته باشد ما داریم عیبش را میگیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود غیبت همینه که اون عیبی داشته باشد، شما رو در رویش نمیگید، پشت سرش میگید، روبرویش اون ناراحت میشه، شما پشت سرش میگید. غیبت همینه. اگر اون عیب داشته نباشد این میشه بهتان که گناهش 2 برابر غیبت است. لذا غیبت الله تعالی فرموده نکنید و الله عزوجل به وسیله مثال تقبیح غیبت را و شناعت و ارز کنم که گناه بزرگ غیبت را الله عزوجل به صورت مثالی الله تعالی تفهیم فرموده. الله می فرماید ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی، آیا دوست دارد یکی از شما اینکه بخورد گوشت برادرش را، اون برادری که میتن مرده باشد؟ ببینید مرده نمیتونه از خود دفاع بکنه، کسی که زنده باشه شما نمیتونه به اون تعرض بکنه، مرده نمیتونه. اون کسی که غایب است شما پشت سرش حرف میزنی اون مثل مرده هست، اون نمیتونه از خود دفاعی بکنه. پس خوردن گوشت مرده مثل همین کسی است که غایب هست و پشت سرش حرف زدن مثل اون خوردن هست. الله پناه بده. فکرهتمو، طبعا شما اون را اکراه میدانید، طبعا ناپسند میدانید، لذا شما از اون دوری کنید. واتقوا الله، الله می فرماید شما از الله بترسی. این نسخه عمل است. اگر تقوا باشد نه غیبت میکنی، نه سوء ظن داری، نه تجسس میکنی، نه ارز کنم مسخره میکنی، نه تکه مندازی، هیچی نمیکنی. پس تقوا را پیدا کن، دنبال تقوا باش و ترغیب میده الله عزوجل به سوی توبه. ان الله تواب رحیم، بدون شک الله عزوجل توبه پذیر است و مهربان است. اگر شما به سوی الله مراجعه کنید برگردید، الله عزوجل توبه های شما را میپذیرد. این قانون ششم بود که در این سوره مبارکه برای نظم و نسق امور مردم لازم هستند که تک تک مردم اینها را رعایت کنند. و هفتم، در قانون هفتم الله عزوجل این مطلب را بیان می فرماید که شما از همدیگر خودتون را برتر ندونید، بالاتر ندونید. برتری و بالاتری را خدا میدوند، با تقواست. تقوا یه چیز قلبی و پوشیده است که فقط الله میداند، ما نمیدونیم. لذا الله میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای مردم ما آفریدیم شما را از مرد و زن، از یک پدر و مادر، همه تون مثل هم پیدا شدید. و جعلناکم شعوبا و قبائل، و شما را تقسیم به شعوب کردیم. شعوب جمع شعبه هست، قبائل جمع قبیله هست. شعوب میگویند قبائل بزرگتر را که تقسیم میشه به چندین قبیله، لذا قبیله تحت عنوان چی میاد؟ شعوب میاد. لذا شما از اقوام مختلف، قبائل مختلف، دستهای مختلف هستید. به خاطر چی؟ لتعارفوا. حکمت این عرض کنم که اختلافی که شما دارید در قوم، در فامیل، به خاطر بهتری و غیر بهتری نیست، به خاطر شناخت است، به خاطر معرفت است. الان هر انسانی را بخوای پیدا بکنی از فلان طایفه، از فلان گروه، عرب، عجم، کرد، بلوچ، فارس، لور، بعد از اونجا باز دیگه تیره ها و قوم هایی دارن، بعد اون تیره ها تحت خودشون دیگه تیره هایی دارن. بالاخره میتونی پیداش بکنی، بشناسی و نسبت به او شناخت. پس این تقسیم بندی و دستبندی که الله بیان فرموده، این به خاطر فضیلت ما بر هم دیگه نیست. ملاک فضیلت اینها نیستن. چرا؟ انسان ها با هم دیگه متفاوتند، یکی فضیلت داره، یکی دیگه افضل تره، اما اینها ملاک نیستند. قومیت، قبیله، شعبه
بلکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همان اکرم شما و با فضیلت ترین شما، بهترین شما نزد الله با تقوا ترین شماست. اونی که تقوا، خدا ترسیش و اخلاص در قلب اون بیشتر باشد. ان الله علیم خبیر. اینجا الله تعالی بیان فرموده که تقوا را هم من میدونم، کسی دیگه می نمیدونه. الله خوب علیم هست، خوب علم دارد، خبیر است و کاملا خبر دارد، یعنی هم ظاهر شما را و هم باطن شما را الله عزوجل میداند. پس این قانون هفتم بود که خدمت شما عرض کردم. 7 ضابطه، 7 قاعده و 7 قانون برای ما الله عزوجل در این سوره بیان فرموده. بعد از فتح، که این بعد از سوره فتح آمد، بعد از فتح برای تدبیر المنزل و برای السیاست المدنیه، برای اینکه یک زندگی منظمی داشته باشیم، زندگی که روی اصول باشد، لذا اینها را باید ما رعایت کنیم. بخش دوم سوره هست. در پایان و بخش دوم خدمت شما عرض کردم که توبیخ و سرزنش است برای منافقین، برای بعضی از اعرابی ها، برای افرادی که اونها به جای اینکه منت شناس باشند و خودشون را ممنون احسانات رب العالمین و رسول مکرمش بدانند که رسول مکرم ما را با رب آشنا کرد، ما را با توحید و یکتاپرستی آشنا کرد، لذا منت بر پیغمبر میگذاشتند. میگویند این در رابطه با، گرچه مورد خاصی باشه، ولی قبلا خدمت شما عرض کردم هیچ وقت آیه را منحصر به مورد نده. این یکی از مواردش هست، این یکی از مصادیقش هست. میگویند که در رابطه با طایفه بود به نام بنو اسد ابن خزیمه. این بنو اسد ابن خزیمه در سالی که قحط بود، متأثر از قحط شدن، از اطراف آمدن به مدینه طیبه خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و اسلام را قبول کردند. بعد فشارهای اقتصادی که وارد شد، اینها چون که هم اعرابی بودند، دهاتی بودند، هم ایمان پخته‌ای نداشتند، هنوز حقیقت ایمان را نمیدانستند و دنبال منافع و غنایم و مسائل اقتصادی اینجور چیزها بودند. وقتی که میسر نشد، اینها منت گذاشتن، خدمت پیغمبر آمدن، گفتن ببین همه قبایل با شما جنگ کردند، قریش با شما جنگ کرد، بقیه جنگیدن، ما تنها قومی هستیم که نجنگیدیم، بدون جنگ آمدیم مسلمان شدیم، ولی هیچ نفعی از شما عاید ما نمیشه. الله می فرماید در جواب و پاسخ اینها: قالت الاعراب آمنا. عربی ها میگویند، بعضی از عربی ها، ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. گرچه ایمان و اسلام با هم لازم و ملزوم هستند، اما از نظر مفهوم و مصداق اونطوری که علما گفتند با هم تفاوت دارند. اون اینه که اسلام نام، عرض کنم که عمل ظاهر است با جوارح. اسلام مثلا نام نماز خوندن هست، نام جهاد هست، نام حج هست، نام صوم و زکات است. و ایمان عمل قلب است، تصدیق قلب است. انسان از ته دل وقتی که باور بکند، یقین بکند، اذعان داشته باشد، ایمان نام او هست. پس اگر به این معنا باشد ایمان، شما هنوز دلتون اصلاح نشده، دلتون درست نشده، به ظاهر در کنار ما هستید. لذا لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ایمان هنوز نیاوردید، در درون شما، در ریشه قلب شما جا نگرفته، فقط ظاهرتون هست. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان هنوز در دل شما، در قلب شما، در ریشه های قلب شما جا نگرفته. از اینجا معلوم میشه که محل ایمان هم قلب است. البته عرض کردم ایمان و اسلام با هم تلازم دارند، لازم و ملزوم هستند، مفهومشون یکی هست، مفهومشون ببخشید دوتا هست، ولی هر جا که ایمان باشد اونجا اسلام هم هست، هر جا که اسلام باشد ایمان هم هست. مثلا دوتا واژه هستند، یکی خورشید
و یک روز، نهار. الان روز مفهومش در مقابل شب است. خورشید یکی از سیارات است. اینا دو تا مفهوم جدا از هم دارن ولی لازم و ملزومه. هرگاه خورشید هست نهارم هست، روزم هست. هرگاه روزم هست خورشید هم هست. پس ببین دو مفهوم جداگانه اما با هم چی دارن؟ تلازم دارند، لازم ملزوم هم دیگه هستن. درسته مفهوم ایمان فرق میکنه با مفهوم اسلام. اسلام نام عرض کنم که اعمال ظاهری هست، ایمان نام کیفیت قلب است، ولی با هم تلازم دارن. فما وجدنا فیها فارسلنا فیها، آیتی هست فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، در رابطه با حضرت لوط علیه السلام میاد که فانجینا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، که الله عزوجل مؤمنین و مسلمین را در این آیات نسبت به سیدنا لوط و اهل بیت ایشون استفاده کرده که هم مؤمن بودند و هم مسلم. پس اینا با هم تلازم دارند. قل لم تؤمنوا، اونا به اون مفهوم از نظر مصداق ایمان نبود اما اسلام ظاهری بود. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، حال به اینها ترغیب میشه، ترغیب به سوی بازگشت به ایمان، ترغیب به سوی ایمان. و ان تطیعوا الله ورسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر شما الله را و رسول الله را اطاعت کنید کم نمی کند الله از اعمال شما. لا یلدکم الا ینقصکم، از اعمال شما چیزی. ان الله غفور رحیم، این علت چون الله عزوجل هم بخشاینده هست و هم مهربان. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله. ببینید صفات مؤمنین کاملین در مقابل اعرابی ها، اون جایی که اعرابی ها بودن در مدینه طیبه و منت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگذاشتن، در همونجا هم صحابه مخلصی بودند که اینها شب و روز خودشون را ممنون احسانات رب و رسولش میدانستند. الله عزوجل از اونها ستایش میفرماید. الله میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، جز این نیست مؤمنین آنهایی هستند که ایمان به الله و رسول دارند. ثم لم یرتابوا، سپس در ایمان هیچ شک ندارند، در باطن هم شک ندارند، در باطن هم یقین کامل دارند. وجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اینها با مالهایشان با جانشان جهاد کردند در راه الله. اینا صحابه بودن، نه؟ اینا ابوبکر و عمر و عثمان و علی بودن، اینا عشره مبشره بودن، اینا طلحه و زبیر بودن. الله می فرماید وجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اینها با مالشان با جانشان جهاد کردن در راه الله. الله می فرماید اولئک هم الصادقون، اینها هستن صادقون، اینها هستن انسانهای صادق که مطابق ادعایشون عمل میکنند. بس تعریف صادق چیه؟ اونی که هرچی ادعا داره طبق ادعایش عمل میکنند. پس عنایت داشته باشی که در این آیه شریفه چه کسانی به عنوان صادقون معرفی شدند؟ صحابه، مهاجرین و انصار. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اونها صادقین هستند. و هر کسی که این مصداق را داشته باشد، هر کسی با مال و جانش قربانی بده در راه الله، هر کسی که با اخلاص برای دین خدا مجاهدت داشته باشه، این صادق است. اگر با این صادقین همراه باشی اون وقت تقوا و دیانت نصیبت میشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین. خداوند به ما گفته اگر تقوا میخواهید داشته باشید
و کونوا مع الصادقین، همراه با صادقین باشید. بنده همیشه اینجا ایراد میگیرم بر آقای تیجانی. آقای تیجانی کتابی نوشته مع الصادقین، تو فارسی هم ترجمه شده، همراه با راستگویان، ولی عکس اون چیزی که قرآن میگه عمل کرده. به قول خودش قبلا محب صحابه بوده، قبلا اهل سنت بوده، الان فاصله گرفته. پس الان مع الصادقین نیستی، الان از صادقین فاصله گرفتی، دور شدی. وقتی که دشمن صحابه هستی، وقتی که بر علیه صحابه قلمت کار میکنه، تو مع الصادقین نگو کتابت را مع الصادقین، بگو مع الکاذبین، چون اینها را الله عزوجل به عنوان صادقین معرفی میکند. اینها هستند صادقین، اینها هستند راستگویان. لذا کسی که میخواهد واقعا در کنار صادقین باشه، این قرآن یک کلمه ما از خود نمیگیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، این در مقابل کی بود؟ در مقابل اعرابی ها. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. اون اعرابی ها بنو اسد، بنو خزیمه، هر که بودن ایراد میگرفتن الله عزوجل گروه دیگر را که در مقابل اونها بودن، در کنار رسول الله بودن. هر جا جاهدوا باموال و انفسهم فی سبیل الله، نگاه بکنید کیا هستن اینها؟ اولئک هم الصادقون. الله می فرماید صادقان و راستگویان اینها هستند. قل اتعلمون الله بدینکم، اینجا سرزنش است، زجر است بر این گروه، بر اینهایی که منت میگذارن. قل اتعلمون الله بدینکم، آیا خداوند عزوجل را شما برای خدا معرفی میکنید دینتون را؟ برای خدا شما به خدا آگاهی میدهید، اطلاعات میدهید یا علم میدهید با دینتون، یعنی از دینتون با خبر میسازید؟ یعنی خداوند از نفاق شما خبر ندارد؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، در حالی که شما به جای خود خداوند از تمام ذرات آسمان ها و زمین میداند. والله بكل شیء علیم، آسمان ها و زمین به جای خود الله نسبت به هر چیز علیم هست، دانا هست. پس چرا شما منت میگذارید؟ یمنون علیک ان اسلموا، الله می فرماید اینها منت میگذارن بر شما که اسلموا، مسلمان شدن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بگو بر من اسلامتون را منت نگذارید، جلوی من منت نیارید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر واقعا صادق هستید منت رب بر شماست که شما را به سوی ایمان معرفی کرد. لذا نه منت شما بر خدا، لذا منت منه که خدمت سلطان همی کنی، منت منه که خدمت سلطان همی کنی، منت شناس از او که به خدمت گماشتد. تو منت شناس رب باش که تو را هدایت کرد، تو را به عنوان عبد قبول کرد، تو را ایمان داد، تو را راه را نشان داد. لذا حق منت نداری. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، این در آخرین آیه هم بحث توحید هست علی سبیل الترقی. قبلا خواندیم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم. الله تعالی می فرماید ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. خداوند میداند غیب آسمان ها و زمین، تمام مغیبات، تمام مخفیات را، تمام پوشیده ها را در آسمان ها و زمین الله عزوجل میداند. چه برسد نسبت به شما که ادعای تو خالی میکنید. والله بصیر بما تعملون، این خاصه رب العالمین است. الله عزوجل به اعمال شما، تک تک رفتار و اعمال شما بصیر، بینا و آگاه است. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین
والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. پروردگارا اله العالمین، این سوره مبارکه که خوانده شد و این سوره، در این سوره دستوراتی برای اصلاح ما، برای اصلاح ظاهر و باطن ما بود. پروردگارا ما را با این اوصاف زیبا آراسته بفرما، به ما توفیق عمل نصیب بفرما، به ما توفیق عمل به قرآن نصیب بفرما، فهم این کلام زیبا و توفیق عمل به این کلام زیبا عنایت بفرما. اله العالمین، مشکلات دنیا و آخرت ما را حل بفرما، دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما. به همه ما دین کامل، ایمان کامل، دنیای صالح، رزق حلال، عقیده صحیح بدون افراط و تفرید، اون چه که مورد رضای تو هست پروردگارا به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را از گناه، از معاصی، از آنچه که تو را میرنجاند، از بدعات، از خرافات محفوظ بدار، حفاظت بفرما. اله العالمین ربا، مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات همه مسلمین را حل بفرما، مشکلات مظلومین را حل بفرما، دست ظالمین را کوتاه بفرما. پروردگارا موانع را از سر راه مسلمانان، موانع را از سر راه مجاهدان در راه خدا بردار، موانع را از سر راه دعوتگران بردار. پروردگارا ربا، این دین مبین را، این دین میانه را رونق و ترقی بیشتر عنایت بفرما و ما را برای دین خودت کار بگیر، ما را قبول بفرما برای خدمت دینت. اله العالمین، دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما، مشکلات فردی و شخصی ما را حل بفرما. گذشتگان را، پدران و مادران ما که رفتن، غریق رحمت بفرما و اونهایی که حیات دارند عمر با برکت عنایت بفرما. مریضان را مولا عافیت عنایت بفرما، وسیله آزادی زندانیان فراهم بفرما. همه ما را از فتنه ها محفوظ بدار. پروردگار، از فتنه های زمان ما را در پناه خودت حفظ بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.